بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده های عزیز و گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوار هستم هر جایی که هستین خوب و خوش و خرم باشید و این روزهای مبارک رمضان را به خوبی و خوشی سپری کنید. در برنامه امروز جناب مولانا صاحب عبدالسلام عابد را با خود در استودیو داریم. در قدم نخست ایشان را به استودیو خوش آمدید میگیم. جناب مولانا صاحب خیلی خوش آمدید. جزاکم الله خیرا. روزهای مبارک رمضان است و خوبی تشکر، لطف کردید. خیر سلامت باشین. جناب مولانا صاحب در برنامه قبلی هم چون وقت برنامه 1 ساعتی هست و نمیشه که تمام موضوعاتی که مرتبط به این مسئله است ما بپردازیم، در دنباله موضوع وظایف علما در برابر امت بود. شما و هم برنامه. جزاکم الله خیرا استاد. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. استغفر الله العلی العظیم. صلوات الله و سلامه علی رسول الله و علی آله و صحبه و لمن دعا بدعوته الی یوم الدین. ما در 2 مورد بحث تقریبا تفصیلی داشتیم که یکی از جملهش قضیه غلو در دین بود و از مسئولیت علماست که جامعه را از افراطگرایی دینی و از تفرید از دردویش نگاه بکنه و او وقت می شود که ما علمای راسخ داشته باشیم، قدوه های نیکو را به معرفی بگیریم و علم را بسط بکنیم. خود علما شرح صدر داشته باشند. هرگاه علما شرح صدر داشته باشد ما میتونیم جامعه را به طرف تعاون و تساند دعوت بکنیم. هرگاه علما شرح صدر داشته باشد و در صدد تایید یکدیگر برای، نه در صدد تکفیر یکدیگر، تفسیق یکدیگر، توهین و تحقیر یکدیگر، ما به طرف خوبی میریم. بنابراین مشکلی که ما فعلا در جامعه خود داریم یکی هم امی مورد است که شرح صدر و افراط در بین خود علما داد میزند. شما میبینید که در سوشال میدیا از یک عالم خطا میشود و هیچ کس از خطا خالی نیست و هر قدر که انسان بزرگ بوده باشه بازم اشتباه لفظی وجود داره، اشتباه در تعبیر وجود داره. یگان بار یک موضوع را انسان کلش استیعاب نمی کند و خطا می شود و یا یک قضیه را گفته باشد بسیار قبلا چند سال پیش یک قضیه را گفته باشد و او را امروز میگیرد، شاید به او فکر نباشد. یک عالم دیگری میخیزد دیگه بر خود سوژه جور میکند و توهین و تحقیر یک عالم را میکند، یک دانشمند را میکند، یک دعوتگر را میکند. این به نصوص شرع و عقل سلیم درست نیست. یعنی هم دین برات میگه این کار نادرست است و هم شرع عقل برات میگه کار درست نیست. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیثی که امام طبرانی و ترمذی و ابو داود به الفاظ مختلف روایت میکنند، پیامبر چنین زیبا فرمود: من تعلم العلم لیباهی به العلماء. کسی که علم را به خاطر ازی به دست بگیره که خود را بلند بپندارد بر علما، دیگه علما را کوچک بدانه، بگه نه من هستم و من میفهمم، او یماری به السفها، یا هر کس به اشکال مختلف مردم ها را سفیه و کوچک و بیخرد بپندارد و آنها را به اصطلاح تو مثل دیوانه هر کس را میزند، این هم از این دین همت استفاده بکنه فرق هر کس زده برود. و یا ای که یصرف به وجوه الناس الیه، کوشش بکنه که از علم وسیله جور بکنه که مردم را به طرف خود دعوت بکنه و به طرف خود بیارد. یا به امروز بگم که فیسبوک ها را جور بکنه که مردم بینندش بیشتر بوده باشه تا او را مردم زیاد ببینه که یک چند را از طریق فیسبوک، از طریق یوتیوب بگیره. منفعت شخصی باشه. بله کلش منفعت شخصی. ادخله النار جهنم. پیامبر میگه این عالمه و این عالم نما را الله وارد دوزخ میکنه. از طرف دیگری رسول الله صلی الله علیه و سلم طواف میکرد که به طرف کعبه دید، میگه که کعبه چی مقام منزلت بلندی نزد پروردگار داری. خب قسم به ذاتی که نفس من در اختیار اوست، آبرو و عزتی یک مسلمان از تو که ارجمندتر و گرامیتر است نزد الله.
پس وقتی که یک عالم میخیزد یک عالم دیگر را تحقیر میکنه، توهین میکنه و به حد میرسند که مردم عوام حیران میمونه که چی میگن یا به چی الفاظی که در مقابل یک دیگری اونا به کار میبرن. حیثیت علما را زیر سوال میبرند، جایگاه علما را زیر سوال میبرند، ادب حوار را از دست میدن. ادب حوار بناهن با این حالت که میبینیم ما در طرف چی میریم؟ به طرف خرابی میریم. یکی از مواصفات علما همیست که اونا خیر هستند، اونا مردمای نیکی هستند، اونا میسازن، بیران نمیکنن، اونا صف را به طرف توحید میبرن، نه به طرف تشتت و پراکندگی. اونا میخوان در بین مردم محبت بوده باشد، نه تضاد، نه تفسیق، نه تکفیر، نه خودگرایی هایی که به اشکال مختلف نمایان می شود. ما متاسف هستم به حالتی که می بینم، در حالی که من میگم که اگر یک عالم اشتباه میکنه اشتباهش مختلف است، گاهی در الفاظ اشتباه میکنه، چیز ضرورت است که ما قایم بگیریم کل ما عجم هستیم، از پیش ما اشتباه می شود و که اشتباه شد آسمان پایین شد، اشتباه شد دیگه. اگر بسیار دوست داری که اما اشتباه بار دوم تکرار نشود، تلفنش هم پیدا کرده میتونی، خطم برش نوشته کرده میتونی، در واتساپش هم برش نوشته کرده میتونی، با تمام اکرام و اعزاز و احترام این اشتباه گرفته شد. اگر می تعبیر اصلاح شد، اگر می مسئله که گفتی بهترترش ای است، نکترش ای است، ایره برش بگوی. من ستر مؤمن ستره الله یوم. چقدر زیباست، چقدر زیباست. من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا و الاخره، فی الدنیا و الاخره. ایره بگویم. پس بین الدین و النصیحه، دین خود نصیحت است، خود نصیحت خود خیرخواهی است. این دو زدن و این تضادی که در سر صفحات فیسبوک ما میبینیم، این خود در حقیقت توهین است و این خود ما خود را کوچک کردن و خود را توهین کردن است. به این اساس است که الله متعال هم ما را خیر نصیب بکنه. اگر هر کسی که ادعای زیره میکنه که ما خیر را برای مردم میخوایم، از پیش سوال بکنیم که آیا تو پیامت به شکل ادبی زیبا شخصا رسوندی؟ پیام برش گذاشتی؟ تلفنی هم را صحبت کردی؟ اگر گفت که بله این کار کردم و او اصلاح نکرد یا اعتراض مرا جواب نداشت، با دوم سوال شود که امی نقد تو، امی اعتراض تو اینقدر مهم است که باید بر سر صفحات بیرون شود، اینقدر مهم است، یمی زبر را زیر کردی، اینقدر مهم است. آیا امی مسئله اینقدر مهم است که در بینتان باید توهین تحقیر بکنه، یک دیگر را تاپه بزنه؟ اینقدر مهم است. من یقین دارم که قدر مهم است. بنابراین این مشکل خداوند متعال حل بکنه و این دلیل است که ما میگیم که تربیت یک پروسه دوامدار لاینقطع است. هیچ عالم، هیچ حاکم، هیچ انسان در هیچ زمان و مکان نمیتواند خود را مستغنی بشمارد. ما به تربیت مداوم نیاز داریم و اینی اجزای ما هم به تربیت نیاز دارن. اینا بفهمند که ضعف تربیتی دارن و باید خود را اصلاح بکنن، ولو که به هر لباسی که در جان خود کردن. تربیت دینی، اخلاقی، این نیاز هر کس است. بنابراین به خود بیاید و در حقیقت با آسیای دشمن آب را نریزانند و خطا و لغزش و اشتباه در طبیعت انسانی است. هر کس اشتباه میکنه، خطا آدم و خطا ابنی. پیامبر میگه که بهترین خطاکاران کسایی است که خطای خود را بگیرد. خیر الخطائین التوابون. خدا ما شما را اصلاح بکن. نقطه دومی که استاد داشتم که عرض بکنم، سوم مهم نقطه در مسئولیت علما، همانا انذار و ارشاد جامعه است. روزی بود که پیامبر علیه السلام به طرف تبوک می رود. یک تعدادی از اصحابش در حقیقت میشینند، همرکابی نمی کنند. الله متعال یک تعبیر عجیب میکنه که و ما کان لأهل المدینه و من حولها من الاعراب ان یتخلفوا عن رسول الله
به اهل مدینه و کسایی که در گرداگرد مدینه است مناسب نیست که پیغمبرشان به طرف جبهه برود و اینا قراره که در خانه باشه. به تعبیر دیگه بگم مهمتر، پیغمبرشان شهید شد اینا زنده بمانه، پیغمبرشان زخمی شد اینا سالم باشه، پیغمبرشان در راه مانده شود اینا باید آسوده باشه. مناسبشان نیست. این گلایه الهی که آمد، این پیغمبر رسول که میگه که میریم کلگی میرفت. و آیه دیگه آمد که انفروا خفافا و ثقالا و جاهدوا، کلگی حرکت میکرد. وقتی کلگی آماده شد از نظر فکری که کل ما باید به طرف اعلای کلمت الله بشتابیم و در جهاد باید باشیم، حال اعتدال را قرآن میاره و اصل قضیه را به ما معرفی میکنه که هدف از شمشیر و از جنگ ها و از جهاد و مبارزه چیزی اصلاحی است. خود قتل و خود جنگ هدف نیست. اسلام نه جنگ را قبول داره و نمیپذیرد. از این خاطر ما میگیم که جهاد در حقیقت این برای یک هدف دیگری است که خیر در چیز دیگری است جز به این دیگه او تحقق پیدا میکنه. وقتی که جهاد مصالح به طرف خیر است و خود خیر اگر غیر از تفنگ به دست می آید او را ترجیح بده. به تعبیر دیگر اگر خودت خیر را که برای جامعه می خواهی که مردم باید او را بگیرن در عقیدهش، در سلوکش، در اجتماعش، در حکومتش، در نظامش، در روابطش، تو خود را باید یاد داشته باشی. به تعبیر دیگری که طلب مشغول خوب باطل است. اول چیز را باید بفهمی که تا طلب کنی. تو به مردم چی را میخوایی که بتی که برای شمشیر میزنی و چیزی که تو برای مردم معرفی میکنی را خودت خوب باید یاد داشته باشی. به این اساس است که رب ما یک آیه عظیم الهی را نازل میکن در سوره مبارکه توبه: و ما کان المؤمنون لینفروا کافه فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. درست نیست که کل مسلمانان به طرف جبهه برآیند. و ما کان المؤمنون لینفروا کافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. چرا نباشه در مابین هر فرقه طائفه، یک طایفه، لیتفقهوا فی الدین، تا زانو بزند در فرا گرفتن امور دین. فلولا نفر من كل فرقة طائفه، فرقه از 9 تا 100 اطلاق می شود و طایفه از 3 تا 9 اطلاق می شود. یعنی هرگاه شما 100 نفر به طرف جبهه میرین، اقلا 9 نفر، اقلا 3 نفر را خب باید به تعلیم و برای از اینکه نسخه را که به معرفی میگیری اون نسخه را خودشان یاد داشته باشه. خودشان خب باید بفهم. اهل علم باشه. اهل علم باشد. ببین چیزی با میفهم. فلولا نفر من كل فرقة طائفه. در هر 100 نفر چرا یک طایفه ای نباشد؟ این طایفه چی میکنه؟ لیتفقهوا فی الدین، تا تفقه حاصل بکنه در دین. فقیه باشه. حالا ببینین که تفقه از ماده تفعال است. در این باب سختی است. یعنی علم آسان چیزی نیست که هر کس اگر کل علم دوست دارد. علم خو وسیله رفعت شأن است. یرفع الله الذین منکم و آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. انما یخشی الله من عباده العلماء. پس علم کلگی طالبش است، ولی هر کسی را گرفتن نمیتونه. بسیار سخت است. خوابت کم کنی، نانت کم کنی، مسافری باید بکنی، اقتصادت باید ضعیف باشه. 10,000 کف است اینجا. الله میگه در مابین یک فرقه چرا یک طایفه نباشد؟ لیتفقهوا، تا تفقه حاصل بکنن، وقت بدن برای فرا گرفتن علوم الدین. حال تفقه و اسباب تفاعل شد. اینجا میبینیم که از کدام باب است؟ هرگاه این تفقه را از باب ثلاثی مجرد بگیریم، از باب علمه یعلمو، اسم فاعلش فاقهون می آید و معنای مفهومی که در اسم فاعل است همان تجدد و حدوث است. فقیه کیست؟
کسی که به مقتضای زمان به حسب خواسته های مردم و زمانش دین را چنان عرضه بکند که ارزش های دینی تطبیق شود، تمثیل شود، آسان و ارزان. این فقیه است. بعد اگر این تفقه را از باب مزید بگیریم، از باب شرفه یشرفو، اسم فاعل نداره، صفت مشبه است و صفت مشبه این عنوان را تداعی می کند که سخن را با دلیل و با ثبات باید بگی. سخنی که یک عالم میگه باید دلیلش بگی، مستدل باشه، قوی باشه. حالا این دو صفت اگر پیدا شد که یک طرف عالم زمانش باشد، دین را وسیله بهتر زندگی کردن، آسان زندگی کردن و مقبول زندگی کردن با خود و با خدا و با جامعه تعبیر بکنه، اینمی فقیه است. این نفر فقیه است. به این اساس است که امام شافعی رحمت الله علیه مذهب جدید و مذهب قدیم داره. به این اساس است که شاگردای امام ابو حنیفه رحمت الله علیه با استادش امام ابو حنیفه مخالفت میکنه. به این خاطر است که ما در فقه خلاص میکنیم، قدوری را باز میکنیم، میگم قال ابو حنیفه، قال ابو یوسف، قال محمد، قال زفر، قال حسن. گفتار به این حالت است که ما تقسیم بندی میکنیم، علمای سلف تو گفتن، علمای خلف تو گفتن. چرا این رقم رو میزنیم؟ وقتی که دنیا چیزی نو را از تو میخواهد، بنان یا تو باید چیزی را سر میز بگذاری و یا از دسترخوان دیگران میخوری، یا باید داعی بوده باشی یا باید مدعو باشی. اگر خود ما چیزی را برای جامعه خود نتیم، دیگران میتن و ما مجبور هستیم شکوک و شبهات از اونها را جواب بدیم. و اگر خود ما سیستم را آپدیت بکنیم، به مقتضای زمان خود صحبت بکنیم، عالم زمان خود بوده باشه، شکوک گم میشود، خود ما جوابدهی میشیم به قضا. از این خاطر است که رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که ان الله لا یبعث علی رأس کل 100 سنه من یجدد لها دینه. به این اساس است. به این اساس است که رسول علیه السلام میفرماید ان دین، یعنی عقیده و ارزش ها در وجود شما ضعیف می شود، کنه می شود، مثل که لباستان کنه می شود. شما از خدا بخواین تجدید در امور دین و عقیده. تجدید خب به معنای تبدیل نیست. تجدید یا به معنای تکمیل است، یا به معنای تنخیل است، یا به معنای غیربال کردن است. علما مکلفیت داره که در این باب قاطعانه با فرد نه، با یک کتله عمل بکند، کتلوی عمل بکند، لجنوی عمل بکند. از این خاطر یکی از مشکلات بسیار بزرگ ما نبود یک مرجعیت دینی است. متاسفانه هرگاه ما مرجعیت دینی نداشته باشیم، یک دارالفتوای واقعی نداشته باشیم که متعصب نباشد، جهان دیده باشد، یک بار بیاین حکومت ها را ببینی که دیگه حکومت ها به مردمش چی میتن، چی کاری کردن. امیر وقتی که میگیم که سیاست اسلامی چی؟ امور مردم را در روشنی شریعت زیبا تولبر بخشیدن، حقوق مردم به شکل درستش عطا کردن، مسئولیت مردم در مقابل یکدیگر درست توزیع کردن، مسئولیت حاکم را در مقابل مردمش درست تعبیر کردن، مسئولیت مردم در مقابل حاکمش خوب تعلیم دادن، کار دین خواهی نیست. بنابراین این یک نقطه مهمی است و خداوند متعال برای علمای ما توفیق را عنایت بکنه که اساس که جور نکنیم. اساس چیست؟ مرجعیت دینی. ما با فقدان مرجعیت دینی روبروستیم و این بزرگترین مشکل افغانستان است که ما فتوای خود را گاهی از هند میگیریم، گاهی از سعودی میگیریم، گاهی از ازهر میگیریم، گاهی از جای دیگری میگیریم. خود ما به مرجع شد. علمای خود ما عینکایشان بسیار خورد. دقیق شده. با این عینکای خورد بسیار مشکل است که مشکل مردم را حل کنیم. همینجا جناب مولانا صاحب اگر بیشتر توضیح داده شود که تجدید در دین یعنی به معنای ابداع و چیزی را از خود ساختن و چسباندن به دین نخواد باشه. قطعاً یعنی منظور از تجدید هر کدام که یا به معنای تنخیل است. بله. یک باغ است، تو نهالشانی بکن، دیگه نو نهالشانی بکن که اگر این نهالت کنه میشه و نهاله نوت خوب باید برسه. فتاوای گذشته را احترام بگذار.
فتاوای نو را هم در نظر بگی به مقتضای زمانت. بسیار چیزای نو داریم باید جواب بگی. سیستم ترافیک تا تحلیل کن، سیستم صحی تا تحلیل کن، ایره از اجتهاد در ورزش بیرون بکش. این خود در کتابای گذشته ما نیست. بسیار نکات داریم که ما سرش بحث بکنیم. سیستم برق تا تحلیل کن. کسی برق دزدی میکنی چی کتش میکنی؟ لاین قطع لاین برش میدی، جریمهش میکنی، میزنیش، بندیش میکنی، چی کار سرش میکنی؟ حتی خود کلش تحلیل کنی. بنان ما با مقتضای زمان خود چی کنیم؟ نیازشانی باید بکنیم. درست. یا به معنی هم نیست که تکمیل کن. گذشته ما بسیار چیزا رو بر ما دادن. خب تو امروز چی داری؟ بحث بیمه داریم، بحث بانکداری داریم، بحث وجایب حکومتی و سیستم حکومتی و سیاسی داریم، بحث احزاب داریم. این رو کلش تحلیل کنیم. چگونه ما با این قضایا برخورد بکنیم؟ بحث بزرگ خودش نظام اسلامی است. طبیعی. یعنی خیلی مهم است. بسیار چیزا هستن. به این شکلش وقتی که یا به معنای غیربال است، غیربال بکنیم. دین پاک است، ولی یا دشمنا و یا دوستا چیزایی را در او جزیات میکنن. علمای حاذق باید بیایی رو وسو کنه، نگذارن که در دین نظریات شخصی جای بگیره، خرافات جای بگیره، بدعت جای بگیره، رسم و رواج جای بگیره. در این باب چهارم نقطه و مسئولیت هم میخوایم که داشته باشیم. قاطعیت در تبلیغ یکی از مسئولیت های عمده علما است. بسیار قاطع باشیم. الله میفرماید که الذين يبلغون رسالات الله و یخشونه ولا یخشون احدا الا الله و کفی بالله حسیبا. سبحان الله، چی پیام عظیم الله میدهد. کار علما است که الذين يبلغون رسالات الله، پیام الهی رو به مردم برسانند، نه پیام خودشه. دین به مردم تشریح بکنه، نه که خدا تحمیل کنه. و پیام الهی طوری باید بوده باشه و یخشونه، از الله بترسن. ببینین که چقدر ما مشکل داریم. در سر منبر بحث توحید و یگانگی الله را میترسیم. ما را کسی وابی نگوید. مردکه مبتلا است به شرک و به خرافات و به بدعت، قاطعیت برخورد امرش نمی کنه. نفر به عوضی که به خدا سجده بکنه میره در پای مردم خدا مندازه و به او سجده کرده رویست. عالم چپ می بوده باشه، والا نشا که با سر مکدم تا با او برادر کنم. دین خواهمت به خاطر می که جامعه را آزاد بکن و یضع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت علیهم. این غولهای خرافی را از شانه مردم پایین بکنه، این بندگی پرستی را ختم بکنه. دین خواهد خاطر آمده. قرآن بارها میره میگه. یک نفر را بگو که خب وقتی که میگن که الله به معنای ذاته که مستجمع تمام صفات کمال است، خالق، مدبر امور، عزت دهنده و ذلت دهنده، مرید به اراده خود و مسلط بر اوضاع و در اخیر معبود بر حق است. این معنای الله همیست. عقیده ما است که کل کائنات را کی آفرید؟ الله. این را به علمش آفرید، کسی دیگری به خدا نسخه را نداده. به قدرت خود آفرید، در وقت آفرینش از کسی دیگری استمداد نخواست. درست شد؟ و این نظام ملکیت کیست؟ از الله. او مالکش است. کل نظام را آفرید، تصرفش از کیست؟ از آن. عجیب تعبیر میکنه. الله لا اله الا هو الحی القیوم. حی قیوم، همیشه زنده است، نمی میرد و مسلط بر اوضاع است.
الله خالق كل شيء و هو على كل شيء وکیل. بر همه چیز نگهبان است. و هو على كل شيء وکیل. له مقاليد السماوات والارض. کلیدهای کل چیز پیش از اوست. له مقاليد كل شيء و هو على كل شيء وکیل. تعبیر ببینید، تعبیر عجیب نیست. الله خالق كل شيء و هو على كل شيء وکیل. له مقاليد السماوات والارض. به این اساس قرآن میگه که این نظام از الله هست و متصرفش هم الله هست و اراده هم از الله در کل چیز نافذ است. ولا تسقط من ورقه. و همون خدا بر تو چی میگه؟ تؤتي الملك من تشاء و تنزع الملك ممن تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء. الله همیره میگه. الله همیره بر تو میگه که همیشه در نمازت بخوان ایاک نعبد و ایاک نستعین. حالی شما چی حالا شروع کردیم؟ از اون دو پرسان که استاد اون دو برش بگو که همیگه و چرا عبادت میکنی؟ والله اگه اون دو بگه که گو خداست، میگه این مخلوقی است پاک، شیر به ما میته، قلبه میکنه، عرق دور میته، از پوست و گوشتش استفاده میکنیم، از شیرش نعمتهای گوناگون میسازیم، هیچ ضرر هم به ما نمیرسونه. ما گناهکار هستیم، مردار هستیم، چتل هستیم، ایستیم. این را عبادت میکن، بازی ما را به خدا میرسونه. اما تو میگه نمیگه. و تو که میگیری جنده را جور میکنی. صحیح شد نه؟ با یک دستک چی دادی؟ پوشا را دور دادی و او را بلند میکنی. الا صاحب جنده سخی جان است، اگر کج شد حکومتا چپه میشود، او را بوسه کده برو. با تو دیگه موحد است، جای توی صاحب جنت است. اینمی قاطعیت به علما است که بگه او مردم این کارا نکنین. و یک موضع یعنی واحد و به اصطلاح قاطع داشته باشه. قاطع داشته باشن در مقابل خرافات و بدعت. به انسان بگو که انسان حق نداری به انسان سجده بکنی. این خرافات بردار که در پای مردم مفتن. سجده به مخلوق نکن. این نارواست، این حرام است. این در دایه‌ای که دین داره در تضاد از اوست. یعنی چیزی که اگر کسی اختلاف داشته باشد، علما و جایی که اختلاف باشه مردم را از نقطه اختلاف بیرون بکشد. ده ما یریبک الی ما لا یریبک. جایی که شک است از او را بگذار، رو بیار با جایی که شک نیست. در جایی که اتفاق است به اون مردم را برسان. مردم را بگو عمل با وسیله است. بهترین وسیله چیست؟ اعمال صالح است. نمازت است، روزه است، تلاوت قرآنت است، حجت است، سجده است، انفاق فی سبیل الله است. ده ها وسایل مشروع داری. چرا دی غیر مشروعش و دی چیزی که اختلاف چرا دی داخل میکنی؟ چرا این کار میکنی؟ اگر در روز قیامت مرا خدا به این نمیگیره که چرا نگفتی که شای اولیا مشکل مرا حل کن، دی مرا نمیگیره که من ایش نگفته باشم. و اگر گفته باشم و مرا بگیره با چی جواب دارم؟ جرای تو یک تعداد علما جواب میگه نکوی کارم. امی که علما میگه نکو خودی که تو چرا دلایل میتراشی که اجازه میدی که این کارا بکن؟ باز که بیخی صحیح بوده باشه. ما باب صد ذرایع داره. بسیار چیزا صحیح است، من در این مشکل نمیبینم. ولی مردم را در فتنه نندازیم. و یک خراب بالاخره مفضی میشه به طرف خرابی. خب مفضی را ما دیدیم. ندیدیم؟ شما میبینین که زیارت هاست میرن مردم. گاز در بینش مندازه نمندازه. دشورش میته اولاد بدی. نمیکنی کار. مردم نمیرن در زیارت ها، نظر نیاز نمیکنن. کار میکنن. ایره خیلی چی رقم میکنی؟ این خب با قاطعیت نیاز است. این خب مفضی به طرف خرافات میریم. این کار علماست قاطع باشن. پشت از این نگره که همیشه ایشی راه را جور بکنه.
غیر از او اگر راه را جور کردن شروع کردی، خدا شاید است که هیچ جای منکری وجود نداره. هر چیز میتونیم درش دلیل پیدا بکنیم و خلاص کنیم. یعنی مذبذب نباید باشه. هر چیز میتونیم. استاد، رشوت با گوناگون شکل گرفتن نمیتونی؟ خب دیگه جوازش داده برو دیگه. فقط نامش عوض کن. نامش عوض کن دیگه. به ما تحفه آوردی، تشکر است. مشکل حل نیست شد. هر حکم را میتونی که قایس از تنظیمش بکنه به منفعت یک کسی که برش هدیه داده، میتونه، هیچ مشکلی نیست. ولی الله خواهد ما شما را میشناسد که واقعیت چیزی. از این خاطر قاطعیت در امر دین و بیرون شدن از نقطه اختلاف یکی از مسئولیت علماست. علما مکلفیت داره که قاطع بوده باشه، خصوصا در برابر بدعت، در برابر خرافات، در برابر رسم‌های که ظالمانه است. ما می‌بینیم عملا وجه یک نفر وفات کرده، جنازه را دفن نمی‌کنن، میگه والا باش که بدرگیش کنیم. بدرگی چی است؟ باید 200-300 نفر نام بدیم. نیست هم تو؟ اوجا مرده هستن، این انتظار میکشه تو باز که اسقاطش بکنی. دلایل بیار جنجال جور کن که اسقاط حق است. چی ضرورت داری که دلایل جور کنی؟ ضرورتش چیست؟ چرا خود فریب میدی؟ چرا علما را فریب میدی؟ ضرورتش به چیست؟ هیچ نبوده باشه. انت فکر بکنین که ما برای فهم درست مردم چرا کار نمیکنیم؟ به این اساس ما قاطعیت باید در این امر از علماست. اگر راه جور کردن است و میفهمی که این چیز چقدر خطرناک است، تو برو نواقص و غلطی که در اسقاط است چقدر زیاد است و اصلاح کنی. یعنی چطور اصلاحش میکنی؟ راهکارها رو برش پیدا بکن. من نمیگم که نکن، خیرات بکن 1000 بار، ولی این کاری که تو شروع کردی مطابق فقه حنفی است. از دین نبی. امی اسقاط بگی در فقه حنفی تحلیلش کن با مقتضای امو علمایی که این را جواز میده. امو شروط تطبیق بکو، بازم که مشکل ندار. تو امو شروط هم تطبیق نمیکنی امو شروط تطبیق به شکلی که احناف میگوید. خب رواج ما خود تو نیست، رواج ما خود چیز دیگری است. یک عجیب مشکلات رو برو شدیم. به این اساس با علمای حاذق نیاز است که از تاپ زدن نترسن که متهم شود، صریح الکلام، بلکه صریح بوده باشند، واضح بوده باشند، به مردم بگن که او مردم اساسی ترین نقطه در دین توحید است. به این باید تمسک بکنین و به هیچ وجه به طرف بدعت و خرافات نرین. بر مردم باید بفهمانین و دقیق بفهمانین که خیر شما در اتباع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و قرون فاضل است و قرون زیبا از او نسخه برداری بکنیم. بر مردم بفهمانیم که تربیت دینی یک اساس قضیه است و ما باید کاری را بکنیم که تربیت شویم، نه به معنای که غول‌های و زنجیرهای دیگران را به گردن خود بردیم و ما از بندگی خدا بگریزیم در بندگی مخلوق داخل شویم، با مخلوق صلاحیت‌های خدایی را بدیم، مخلوق را در جای خدا بشانیم، نامش هم این و آن بگذاریم. این کارا نبکن. سلامت باشین جناب مولانا صاحب. یک مشکل دیگری که وجود داره است که در بحث مرجعیت اشاره داشتیم. دوستا هستن، مثلا جوانایی هستن مشکل دارن از مولوی صاحب از عالم دین فتوا طلب میکنن. پیش یک عالم دین رفت، یک فتوایی گرفت، با مذاقش برابر نیامد، یعنی قناعت نکرد یا چیزی را که میخواست با او نرسید. میره پیش فلانی آدم، از او هم یک چیزی گرفت، بعدش میره پیش عالم دیگر میگه که میخوام نظر شما را در مورد ازی بخوام. یعنی در این مورد شما چی نظر دارین که نظر شخص اینجا مهم است یا نظر دین؟ این برادر دو مشکل داره. یک مشکل خویست که عالم را از عالم نما تفکیک نکرد.
هرگاه شکمش درد بکنه از 10 نفر پرسان میکنه تکلیف شکم دارم با کدام دکتر متخصص برم. دین از شکم دردت مهمتر است. باید بر سفر بکنی، باید برش وقت بتی و برای ازی بری که هرچی که عالم گفت به او عمل میکن. تحلیل علمی قضیه را ای جناب نمیفهمه که دلایل را تحلیل کنه. اگر دوست داره به ما عالم بگه که لطف بکو بر ما کمکی را بست بده، توضیح بده، تشریحش برم بکن و او عالم برش تشریح میکن دیگه کافی است و عمل کنه. یک مشکل خود همی است. مشکل دوم است که ای برادر برای ازی ای عالم با او عالم سر میزند که یک راه را پیدا بکنه که فرار از عمل کند. مثلا در باب طلاق میبینیم، در باب سود و ربا میبینیم، در باب بیمه میبینیم، در بسیار چیزا میبینیم. اشتباه کرده، به عوضی که اشتباه خود را بگیرد او راهکارهایی را میخواد پیدا کنه که چگونه خود خلاص کنه، به اصطلاح خود خلاص کنه. این در حقیقت ضعف ایمانش است. ایمانش ضعیف است. زیبا خواد بود که به اسلام تسلیم شود و چیزی که دین برش میگه به او عمل کند. این کارش است. این دوم مشکل. بدان ما با دو مشکل روبرو هستیم. یک طرف ضعف ایمانی است، یک طرف هم همیشه که زحمت نمیکشیم تا اصل قضیه را خوب بدانیم. هرگاه ما با عالم حاذق بریم، با عالمی که دنیا او را میشناسه، مردم او را میشناسه و اعتماد سرش میشود، با مراجعه بکن. چیز اور است که با دیگه عالم میگی، کافیش با تو عملت بکن. دوم عملش همیسته که اینا اصلا نمیخوان که بفهمن، اینا میخوان که فرار کنن و این کلان مشکلی است که ما با رو شدیم. جناب مولانا صاحب، همیشه بحث شخصیت پرستی مطرح میشه به نحوی، یعنی منتظر هستن که فلانی آدم اگر جواب بده، حالا جوابش اگر درست باشه یا نادرست باشه، ما ای آدم قبول میکنیم و طرف از هر امام و هر عالم و هر کسی دیگری که باشه، یعنی فلانی آدم گفته ما از آدم قبول نمیکنیم. یعنی این موضوع ممکن ببینید من عرض کردم اگر او نفر که او تقلید میکنه عالم برجسته باشه، عالم حاذق باشه، دیگه خب ما مشکل نمیبینیم. یعنی اگر کسی پیش یک عالمی که واقعا او عالم باشه و سخن از او را عمل بکنه و مقلد از او باشه، دیگه خب ما مشکل نداریم. یعنی اینجا بحث تقلید دوباره مطرح میشه. بله، ما نمیتونیم بی تقلید باشه. ببینید تقلید قبول قول قائل است بلا دلیل. یک کسی که دلیل نفهمد، ترجیح را نفهمد، خو عالم نیست. که عالم نشد خو تقلید سرش واجب است. ببینید ما تقلید عالم از عالم حرام است. تقلید عالم از عوام حرام است. تقلید عوام از عوام حرام است. تقلید عوام از علما واجب است. ما مثلا یک نفر میگه که دلیلش برام بگو، او دلیل نمیفهمد. همین خودی که این دلیل که تو میگی او قواعد علمی را میفهمد، او خاص و عام و مشترک و معول را میفهمد، او مطلق و مقید را میفهمد، او صحیح و اصح را جدا کرده میتونه، او احسن و حسن را میفهمد. بسیار بحث بسیار بزرگ است. بنابراین عوام مجبور هستند که باید مقلد باشن. خاله از کی تقلید بکنه؟ بحث اینجاست. این نکته است که تو وقت تقلید میکنه از مولای مسجد تقلید میکنه، میفهمی که نمیفهمه، او را گرفتی به خاطر ازی که 5 وقت نماز بر تو بوده. ولی مسائل دینی تا خب باید یک جای حل کنه. حالا وقتی که مکلفیت اصلی از کی شد؟ از حکومت است. باید حکومت برای اهل سنت و الجماعت مرجع علمی را، مرجع دینی را معرفی بکند. مرجعیت دینی یکی از مکلفیت های عمده حکومت اسلامی است که در او مرجعیت دارالفتاء است. در او جا یک لجنه از علمای حاذق و غیر متعصب است، علمای جهان دیده است. او علماست که تحلیل میکنه و دروازه باز است. ضرورت نیست که تو ارجای بری.
تلفنش مفت است و تلفن همیشه جواب میده. قطعی میخوای یک موضوع رو پرسان کنی، نوشته کو، به دارالفتا تقدیمش بکن، دارالفتا برای تو یک روز 2 روز بعد فتوا میده، مهر میکن، مسئولیت هم میگیره. فتواهایی که در سر منبر داده میشه و دخور مسئولیت نمیگیره. او خود امروز میگه صبح منکر است، وقتی میگه من نفهمیده بودم. اگر میخوای که درست قضیه را بگیری، خب باید مرجعیت وجود داشته باشه. اهل سنت یکی از مشکلات ما در افغانستان نبود مرجعیت دینی است و این باید ساخته شود. و این مرجعیت به معنای فرد نیست که یک نفر در اونجا باشه. این باید یک لجنه متکون از علمای بارز، حاذق، جهان دیده، دیندار، با معنویت، جسور، اینا باید بوده باشه. اینجا جناب مولانا صاحب دو مشکل دیگه است که مشاهده میشه. یکی که اگر این لجنه دارالافتا به اصطلاح تحت حمایت دولت تشکیل شود، خب اینجا باز تاپا میزنن که علمای حکومتی هستن، علمای دولت هستن و خودمون مشاهده میکنیم که مثلا در کشورهای عربی علمایی که وجود دارن و از طرف دولت شورای علما تشکیل میشه و حمایت میشه، مردم دید تقریبا مثبتی ندارن. یک موضوع دوم دارالافتاهایی که مثلا مربوط دارالعلوم یا مراجع جدا از دولت میشن، شخصی به اصطلاح گفته میشه. کسی از دوستان گفت که دارالافتاهایی هستن همه ایشان پیرو مذهب حنفی هستن، مقلد هستن از یعنی مذهب حنفی، اما ببینی که دارالافتای الف در عین موضوع یک فتوا صادر میکنه و دارالافتایی که در جای دیگر وجود داره به نام دیگری اما پیرو عین مذهب است، او دیگر نظر میده. یعنی تفاوت بین دیدگاه دارالافتاهای عین مذهب موجود داره. یعنی راه حل این قسم یک شرایط چیست که اگر حکومتی باشه او قسم یک مشکل ایجاد میکنه و اگر شخصی باشه اتحاد رای به وجود نمیه. ببینیم لجنه علما که متشکل از حداقل 12 نفر علمای مشهور، عالم، متبحر، رسیده بوده باشد، پیامبر خدا میفرماید لا یجتمع امتی علی الضلاله. این ناممکن است که 12 نفر کل دین فروش باشه. این ممکن نیست. بنان ما فتوایی که بوی سیاست داشته باشه او از 3-4 تا نصیحت نمیشه. دقیق شده؟ در سال 2 دفعه واقع نمیشه. در سال 2 دفعه واقع نمیشه. در سال 1-2 دونه که ضعیف باشه و اشتباه بوده باشه آسمان پایین میشه. خب این 98 فتوای دیگه خب به مقتضای فرد جاده میشه. خب بسیار زیباست، بسیار دقیق است، مسئولانه است. شما باور بکنین که باد سیاسی را نباید خلط بکنه که به خاطر 2 دانه اشتباهی که وجود داره ما 98 قضیه علمی دیگر را زیر سوال ببریم. باز میگم که همین فتوایی که مراجع میدهد، همین شورای به اصطلاح که دارالافتاها میدهد، دارالافتاها ولو که زیر چتر کی هست حکومت هستند، باز برو شما باز میبینید که 98% بیشترتر، نه تا 99% دقیق است. شما برین دارالافتایی که اگر از سعودی فتوا میگیرین، اگر شما از ازهر فتوا میگیرین، شما اگر از کویت فتوا میگیرین، شما یک بار مراجعه بکنین چه زیبا دلایلش پیش میکنه، چه زیبا تحلیل میکنه. بسیار خوب است. ما اگر در افغانستان هم یک دارالافتا داشته باشیم در روشنی فقه حنفی با یک بست و فکر بسیار باز دلایل خود را نوشته بکند و زیبا بیاید، دلایل را تفصیلی ذکر بکنه، بعد از او دلایل را چی کنه؟ خلاصه کنه. هم علم موضوعات می شود، هم مستند می شود، قوی می شود. ممکن نیست که ضعیف بیاید. او بوده که مردم با نمیکنه و 2-3 چیز بیشتر نیست. 2-3 چیز بسیار چیز کم است در هزارها فتوایی که داده می شود. خب یک مشکل هم است که مردم به اصطلاح مش نمونه خروار مثل یک چی هست با هم به اصطلاح تاپا میزنن. بله. مشکل دیگه مردم خب مشکلش دمی جا هست. بله. مشکل میفهمی چی است؟ من یک جای نشسته بودم،
من گفتم که جنگ در افغانستان حرام است، جنگ نکنه و هیچ دلایل عقلی و شرعی نمیتونه پیشکش بکنه. کسی بر من گفت که بی‌عدالتی است و من گفتم کاملا بی‌عدالتی، اینی گپایی که تو زدی کلش درست است، ولی برای قیمت بده. نه قیمتش چی است؟ جان یک انسان هم میگیری. جان یک انسان چقدر قیمت میدی؟ به خاطر که فلانه سوی وزیر شود؟ به خاطر وزارت از او باید جان چندین نفر گرفته شود؟ بعد بیخی درست است، جانم باید گرفته شود. خب شما برین دیگه. نه شما چرا نمیرین؟ اولاد تو باید درس بخوانن، خود باید مطمئن بوده باشی، تجارتت باید روان بوده و هر چیز باید خوب باشه. اولاد غریب و بیچاره ای که در اونجا سرگردان است به او باز پول بده که باید بجنگد. اگر جنگ خودت هم مجربونی کنی که خودت چرا نمیدی؟ خودت رفته نمیتونی، بچیت بره نه؟ بیادرزادیت بره نه؟ چرا اینا رو میبری؟ ببینین که یک تعداد این بحثا رو میکنن، هدفش این نیست که یک احقاق حق شود، هدفش بود سلیقه خودش است. سلیقه الله متعال او را روشن میکنه، او معلوم است. بنابراین من میگم که خوبی وقتی که در قطعیت این قضیه بیاییم که مرجعیت دینی و دارالفتاء برای مردم ما ضروری است. بعد چگونه ای ایجاد شود؟ یک بحثی داریم. اگر یک استقلال داشته باشیم که باید علما مستقل باشن فبها و نعم، اما یقین داریم که اگر علمای حاذق و قوی در یک لجنه باشه اونا هیچ وقت مزدوری کس شده نمیدن. الله به علم و توانایی و نامی که دارن اونا به هر دول نمیرخصن و فرد خو قابل ملاحظه نیست. خیلی سپاس از شما جناب مولانا صاحب بزرگوار، بحث خیلی خوب داشتیم در مورد مسئولیت علما. انشالله فکر کنم بحث در این مورد گرچه زیاد است که ادامه بدیم، اما روی موضوع جدید انشالله در برنامه آینده با هم میبینیم. خوش سلامت باشین. من در اخیر میگم که خداوند متعال از ما بپذیره، خطا و لغزش صورت گرفته باشه، الله عفو بکنه. ما فقط میخواستیم که چیزی که ما میفهمیدیم او را سر میز گذاشتیم. شاید خطا بوده باشه، اشتباه بوده باشه، اگر صحیح بوده باشه از طرف الله است و اگر اشتباه بوده باشه فمنی و من الشیطان. خیر و سلامت باشین جناب مولانا. بارک الله فیکم، احسن الله الیکم. بیننده های عزیز و گرامی، به پایان برنامه لحظه های آسمانی رسیدیم. تا دیدار بعد که باز هم در خدمت شما عزیزان حاضر می شویم. همه‌تان را به الله بنیاز می سپارم. اوقاتتان خوش، شاد و موفق باشید.